جمعه پیشین چگونه ای که با شما وعده کرده بودیم که در باب محبت صحابه ها و پیغمبر خدا که اینم تکلیفی همین جمعیت ما و شماست حکایت کنید گفتن وعده کرده بودیم و تحمل سختی هایی که پیغمبر خدا در دوره های دعوت کشیدن و چگونه صحابه های پیغمبر خدا جان فدایی کردند برای دفاع پیغمبر خدا، برای دفاع قرآن، برای دفاع اسلام. انشاءالله بس هم شما میرسانیم. الحمد لله رب العالمين الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأزواجه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحرمة فاذكروني أذكركم بحرمة فادعوني استجب لكم. پروردگارا، ما یک گروه بندگان تو و سوی درگاه تو دست برداشتیم با امید آنی که آن درخواستی که داریم خدایا از ما قبول بفرمایی. خدایا اولا ما را محبوب خودت بگردان و پروردگارا ما را محبوب پیغمبرهایت بگردان، ما را محبوب ملائکه هایت بگردان، ما را محبوب تمام مردمت بگردان. خدایا بهترین نعمت این ایمان است. خدایا از دنیا به نور ایمان رفتن بر ما، به فرزندهای ما، به اولاد اجداد ما نصیب و روزی بگردان. و خدایا آن مراد و مطلوب هایی که در دل این بندگانت است انک انت السمیع العلیم خدایا برآورده بگردانی. برادرهایی که در زندان ها هستند از ما طلب دعا کردند، خدای مهربان کدام آنها که به اهمیتانه وارد زندان شدند یا سهوا وارد زندان شدند، خدایا آنها را هم با یک تن صحت، با یک سر بلند از این محبس خانه ها خلاص بگردان و نزد زن و فرزندشان پروردگار و حاضرشان بگردان. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. باز از ما یک جمعه دیگر سپری شد، یعنی 7 روز از حیات ما و شما کم شد، یعنی 7 میوه از درخت عمر ما و شما کنده شد، یعنی 7 قدم ما و شما باز به سوی مرگ نزدیک شدیم. لکن گفت شاعر هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود، آن که پاینده و باقی است خدا خواهد بود. و جز خدا دیگر در این روی زمین کسی از بنده ها باقی نمی ماند، کسی نباشد
همه وارد خاک می شود، همه وارد قبر می گردد. و هزارها بار شکرانه به سوی خدایی که روز به روز عمر ما و شما اگر چنده که کم می شود، شکر که در راه خودش کم می شود، شکر که در راه طاعت کم می شود، شکر که در نماز جمعه کم می شود. خوش همان عمر که در صحبت مردان خدا با خداجوی و به هر اهل محبت گذرد. هزارها خوش به همچنان عمری که در صحبت مردان خدا میگذرد، در نماز جمعه سپری می شود، در نماز 5 وقته سپری می شود. خوش به حال این چنین عمر. لکن وای به حال آن کسانی که عمرهای اونها هم مثل عمرهای ما و شما کم می شود، لکن در نماز جمعه اشتراک ندارند، در نماز 5 وقته اشتراک ندارند، یا اینکه اگر در یکی از این خواه در 5 وقته اشتراک میکنند در جمعه اشتراک نمیکنند، یا در جمعه اشتراک میکنند در 5 وقته اشتراک نمیکنند. گفت کمال الدین خودجندی، حضرت کمال خودجندی، به مسجد هفته از تو کجا یک سجده واحد که در آینه زاهد و 6 روز دیگر فاسد. کجاست این بندگی که یک روز تو در روز جمعه عبادت میکنی، 7 روز دیگر 6 روز دیگر که نمازهای 5 وقته مثل جمعه در گردن تو فرض است که با جماعت خوانده شود، تو اشتراک نمیکنی. یک روز مسلمان 6 روز فاسق هستی. عمر اگر نگذرد به حق جویی، شرم ناکرده عمر هم گویی. عمر اگر نگذرد در ری مولا، عمر هر گاو و خر از او بالا. البته هر یک عمر گاو و خر از آن عمر بالاست که اون انسان تا حال خودش را نشناخته است، نمیداند که برای چی خداوند او را در روی زمین آفرید، پیدا کرد، بهر چی. هر کی را سعی قدم بیشتر، به درگاه حق منزلش بیشتر. همین از پندت اگر بشنوی، که گر خار کاری سمن ندروی. البته عاقبت همین است. شاعر و ما و شما بسیار خوب بیان کردند. چی بیان کردند؟ هر کی را سعی قدم بیشتر، که منزلش نزد حق بیشتر. کسی که کوشش زیاد دارد، کسی که غیرت زیاد دارد، کسی عبادت زیاد دارد، البته منزلت او در نزد خدا زیاد میگردد. همین از پندت اگر بشنوی، که گر خار کاری سمن ندروی. اگر تو خار میکاری تو سمن نمیدروی. سمن گفته همون یاسمن هم میگن، یا اینکه با لفظ روسی جاسمین میگیم، یک گل سفیدی هست که خوشبوی هست. تو وقتی خار کاریدی تو هیچگاه تو آن گلی خوشبوی سفید نمیدروی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وصف او کی لایقی این ناکس است. وصف پیغمبر خدا را میگوید. وصف او کی لایقی این ناکس است. واصف او خالق عالم بس است. انبیا در کنه او حیران شدند، سرشناسان نیز سرگردان شدند. در وجود پیغمبر خدا همه پیغمبرها در حیرت افتادند. تمام سرشناسان علم خدا گم کردند. این چگونه بنده بود؟ این چگونه پیغمبری بود؟ ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خداوند فریاد میزند من که خالق همه شما هستم، من که یک پروردگار پر اقتدار هستم و تمام ملائکه های را که من آفریدم
همگی درود و رحمت بر محمد صلی الله علیه و سلم میفرستیم. ای کسانی که ایمانی بر خدا دارید، بر محمد صلی الله علیه و سلم صلوات بفرستید. به این معنای که اللهم صل علی سیدنا محمد و آله و سلم. این صلواتی هست که باید از زبان هر یک امت پیغمبر خدا، خواه شبانگه، خواه روز، خواه راستا، خواه نشسته، باید که صدا دهد. پیغمبر خدا گفتند من صلی علی صلاة واحدة، اگر یک امت من بگوید اللهم صل علی محمد صلی الله تعالی علیه 10 صلوات، آن خدایی که محمد را آفرید و فرستاد وی 10 صلوات در حق اون بنده میفرستد. یک صلوات بگو اللهم صل علی محمد و آله و سلم. این سخن از زبان تو به مجردی که میبراید از نزد درگاه پروردگار 10 صلوات در نامه اعمال تو نویسانده می شود. رسول اکرم گفتند و حط عنه 10 خطیئة، با بزم اینه که 10 صلوات، 10 درود از نزد خدا به تو میرسد، باز 10 خطایی تو را به حرمت این نام من خداوند از نامه اعمال تو کوره میگرداند. البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیه. پیغمبر خدا گفت بخیلترین امت من همان کسی است که نام مرا میشنود یا حیات را از سر میگذراند لکن در حق من صلوات نمیفرستد. این بخیلترین شما هست. رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علیه. اینا حدیثای صحیح پیغمبران. خار شود همان امتی که در حق من صلوات نمیفرستد. ابو عبدالله بصیری که این قصیده برده میگه ما و شما که بالای آدمهایی که دیوانه هستند میخوانند، ایجادیات او از همین ابو عبدالله بصیری هست. همین حضرت در فضیلت صلوات چی میگوید؟ میگوید من به کسلی فلج گرفتار بودم. فلج کسلی هست که یک جانب آدم شاخ میگرداند که دیگر نه دست و نه پا کار نمیکند. حضرت میگوید من چندین طبیبی که بود مراجعت کردم، همه مرا مایوس گردانیدند. گفتند که این علاج ندارد، این طبابت نمی شود. بناگاه شب 100 بار اللهم صل علی محمد گفتم، از تحت دل گفتم و خواب کردم. در خوابم شخصی را دیدم که به خدا قسم چهرش از آفتاب دیده روشن‌تر بود. میگوید نزد من آمد گفت ای بنده خدا مرا میشناسی؟ من محمد صلی الله علیه و سلم هستم، برای طبابت تو آمدم. امشب تو ما را یاد کردی، 100 بار صلوات در حق ما فرستادی. معروضتون علیه، پیشنهاد من کردن ملائکه هایی که ابو عبدالله بصیری در حق تو 100 صلوات فرستاد، الحال وی بیماری فلج دارد. حضرت میگد ردای مبارک از سر گرفتن و بالای میگد همون جسد من پرتافتن و گفتن که بصیری تو شفا یافتی. این سخن پیغمبر خدا انجام یافت از جا گویا که چیزی مرا ترسانده باشد. با یک سراسیمگی از جاگه خواب خیستم و فکر کردم من دیروز از جاگه خواب خیستن نمیتوانستم، گویا که همین کسل فلج در من نباشد. الحمدلله که با سبب 100 صلوات پیغمبر خدا من شفا یافتم. و حضرت در حال ایجاد کردن قصیده برده را. بگوید من باید این قصیده را قصیده شفا نامش میگذاشتم،
لکن از بس که همون ردای پیغمبر که اینا برده میگن، مادامی که ردای مبارک در بالای جسد من که پرتافته شد، این قصیده را من قصیده برده نام گذاشتم. عبدالواحد ابن زید میگوید من به حج رفتم، در راه یک مرد همراه من شد، می نشست صلوات می گفت، می خیست صلوات می گفت، از یک جا به جای دیگر می رفتیم اللهم صل علی محمد می گفت. من از او پرسان کردم آیا چرا اینقدر صلوات زیاد می گویی؟ آیا یگان سیری دارد؟ حضرت گفتم بله سیری دارد. گفتن سیرش را به من آشکار کن. گفت سیرش همین است که من سالی گذشته با همراهی پدرم حج رفتم، نیمی راه تقدیر الهی بوده است، پدرم از دنیا گذشت. وقتی جان او را خداوند قبض کرد، چهره او چنان سیاه شد که دیگر پدری مرا شناخته نمیشد. خیلی حیرت ماندم که این غضب خداست که چهره پدری من این گونه سیاه شد. شب صلوات خواندم و خواب کردم. به ناگاه میگه پیغمبر خدا را در خواب دیدم. حضرت گفتن که دست مبارک بالای همون چهره پدری من گذاشتند و گفتند چهره پدری تو سفید شد، اگرچنده که خیلی بنده گناهگار در نزد خدا بود، لکن به سبب آنه که پدری تو هر شب موضوع داشت اللهم صل علی محمد 100 بار میگفت خواب میکرد، از این خاطر چهره او را ما چیکار کردیم؟ سفید کردیم و در شفاعت خودمان داخلش گردانیدیم. خوش به حال تمام آن امتی که نام محمد وقتی ذکر می شود، در هر معرکه‌ای که نام محمد گفته شد، در ذمه همه ما و شما این است که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد گفته باید که ما و شما این سخن را تکرار کنیم، از تحت دل باشد. انشاءالله ما در نزد خدای خود چیکار میکنیم؟ ثواب میگیریم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوناها أحب إليكم من الله والرسول وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي الفاسقين. صدق الله العظیم. این آیتی که الحال تلاوت کردیم از سوره مبارکه توبه هست. در این آیت خداوند 8 چیز را به ما و شما نامگیر کرد. خداوند گفت اگر ای بندگان من، اگر پدرهای شما، اگر فرزندهای شما، اگر برادرهای شما، اگر زنهای شما، اگر خیش و قومیت شما، اگر مالهای شما و اگر تجارتهای شما و اگر خانه هایی که شما بلند آشیانه که انداختین، اگر این نامگویی هایی که الحال کردیم به سوی شما محبوب تر باشد از خدا، از پیغمبر خدا، از جهاد در راه خدا، فتربصوا حتی یأتی الله بامره. خدا گفت که شما انتظار عذاب من را بشوید. خداوند قوم فاسق را هدایت نمیکنه. این آیتی هست صراحتاً به ما و شما خبر میدهد که هر کسی که از پدر و مادر و اولاد و اجداد و خانه و پول و مال خدا و پیغمبر را دوست ندارد وی فاسق است. والله لا یهدی القوم الفاسقین. خدا قوم فاسق را هدایت نمیکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والدی و ولدی و الناس اجمعین. پیغمبر ما و شما گفتند ایمان شما ای امت من مکمل نیست تا زمانی که اگر از پدر و مادرتان، از فرزندهاتان، از تمام مردم دیدم مرا دوست ندارید. ایمان شما کامل نیست. برای چی این سخن پیغمبر گفتند؟ آیا برای که قدر خودشان در بین ما و شما بلند کنند؟ نه، بلکه آن عذاب، آن تحمل، آن سختی های را که پیغمبر خدا پشت سر کردن. صاحب کتاب میگوید، صاحب تاریخ، که هیچ پیغمبری به منزله محمد صلی الله علیه و سلم عذاب نداشتند. چه حضرت موسی چه حضرت عیسی یک تبلیغ در گردن اونها بود، یک رسانیدن توحید الهی بود. لکن محمد وظیفش چی بود؟ وظیفش این بود که تمام عالم باید که اسلام را قبول کنند. این یک وظیفه خیلی سنگینی بود. زمان پیغمبر خدا پیغمبری در مبعوث شدند که در اطرافش یگان موحد نبود، یگان کسی که الله گوید وجود نداشت. در غار حرا بودند. آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل شد. من قصه را مختصر بر شما میگویم. حضرت جبرائیل گفتند محمد تو پیغمبر هستی، تو را خداوند مبعوث با پیغمبری گردانید. بخوان این آیت را. ما انا بقارئین. ای فرشته خدا، من خواننده نیستم، من هیچ مدرسه و دانشکده را ختم نکردم. حضرت جبرائیل بازگشته گفتند اقرا، گفتند بخوان محمد. گفتند من خواننده نیستم. سیوم بار تکرار کردند خوان. گفتند محمد. گفتند من خواننده نیستم. وقتی خواننده نیستم گفتگی در حضرت جبرائیل میگه در کنار خودش محمد را میگه در آغوش خود کشید و یک فشرد و کشادش کرد. گفت بخوان. حضرت در حال خواننده شدند. وقتی این حادثه را آوردند به خدیجه همسر خودش، وقتی رسانید، بچه عمک خدیجه این ورقه ابن نوفل بود که بسیار نصرانی بود و بسیار علم انجیل را خوب میدانست. وقتی از رسول اکرم پرسان کرد چی گونه بود و حالت وی را آگاه کرد، خبر داد. گفت تو بیشک گفت تو پیغمبر هستی. ما در کتاب خود دیدگی هستیم که این زمانها باید پیغمبر نازل بگردد و این چنین خصلت‌ها دارد و اون فرشته که نزد تو آمد او جبرائیل است. حضرت مختصراً این اسلام را آهسته آهسته در بین مردم از کی شروع کنم؟ از آدم نزدیکترین خود که در یک بستر خواب هستم، خدیجه است. از خدیجه شروع کردند و دیگر فرزندی که در خانه آنها با وایه رسید این علی بود. با علی رسانیدند، با ابوبکر رسانیدند، با حضرت زید رسانیدند که این غلام بود، پیغمبر خدا وی را آزاد کرده بود. همچنان 13 سال پیغمبر خدا در مکه مکرمه بعد پیغمبری اسلام را خفیه نگاه می داشت. 13 سال با تمام تحمل رنجها و سختیها. حضرت عروه را حکایت میکند کتاب حکایت صحابه که از ابن عاص پرسیدم ای ابن عاص، آیا از روزهای سختترین پیغمبر خدا چیزی یاد داری؟ حضرت ابن عاص میگه گشته گفتند سختی های پیغمبر خدا خیلی زیاد است، لکن من یک حکایش را به شما میکنم. گفته عروه روز پیغمبر خدا خانه کعبه در آمدند و نزد حجر الاسود پیشانی خود گذاشتند
و به خدای خود راز می گفتند. این زمان یکی از مشرکان خیلی بدبخت عقبه ابن معید بود. از پس رسول اکرم آمدند. ابن عاص می گوید من به چشم خود می دیدم، لیکن دوره آوان جاهلیت من بود. ردای پیغمبر را گرفت و در گردن پیغمبر خدا انداخت و گره کرد، چنان خفه می کرد که گویا که رسول اکرم دیگر زنده باقی نمی ماند. می کشید، می جقید، می فشرد، بر زمین می کشید. این حالت را ابن عاص گفتند ما به چشم خود دیدیم. داد و فریاد میگد خانه مکه را فرا گرفت، خانه کعبه را فرا گرفت. حضرت ابوبکر که جان فدای پیغمبر بودند دوان آمدند و رسول اکرم را بالا کردند و دستهای این بدبخت عقبه را از گردن پیغمبر خدا جدا ساختند. حضرت اسماء باشد دختر ابوبکر صدیق را هم پرسیدند آیا از روزهای سخت‌ترین پیغمبر خدا چیزی یاد داری؟ اون حضرت گفتند روز پیغمبر خدا در همون خانه کعبه نماز می‌خواند، مشرکان عرب یکی یک باره بالای محمد حمله کردند و رسول اکرم را زیر لت و قین قرار دادند. این صدای معرکه این خانه کعبه به گوش ابوبکر صدیق رسید. اسماء میگوید پدرم همراه من بود، 4 گیسو داشت، 4 کاکل داشت کشال. دوان به نزد محمد آمد، فریاد زد اتقتلون رجلا یقول ربی الله. ای مردم قریش، گفت شما کسی را به قتل میرسانید که فقط گناهش همین است که خدای من الله است، میگد خلاص. با همین گناه گفت محمد را در همین احوال پرتافتید. مشرکان عرب میگد یک جای همه هجوم به سوی ابوبکر کردند، چنان ابوبکر را میگه لطقین کردند که اسماء میگوید وقتی که ابوبکر پدرم خانه آمد خیلی افگار بود، وقتی که میگه گیسوی همون در پهلوهای سرش ماندگی را میقپید، همون زمان میگه گیسو میغلطید از دسته کشاکشی که در زیر لغت همون مشرکای عرب باقی ماند. این سختی های هستند که پیغمبر خدا اینها را پس سر کردند. و یکی از همه منظره های ناخوبی که در حیات پیغمبر خدا رخ داد این انداختن اشکمبه اشتر در گردن رسول اکرم بود. وقتی در مکه مکرمه در خانه کعبه عبدالله ابن مسعود میگوید پیغمبر خدا که یک عادت مبارکش این بود که وقتی پیشانی را در زمین میگذاشت ساعتها نمی برداشت، زاره میکرد، تولا میکرد پروردگارا این امت گمراهی مرا هدایت کن، پروردگارا امت مرا وارد جهنم نگردان، پروردگارا رنج و عذاب را از بالای محمد بردار. گفته زاره و تولا میکرد. بناگاه میگه در همین خانه کعبه تمام آن کافران سخترینی که مثل ابو جهل ابن هشام، مثل شیبه، مثل ربیعه، مثل عقبه، مثل ابی ابن خلف اینها وجود داشتند. آنها میگد یکی از بین خیست ابو جهل و گفت کیست در بین ما مردی با غیرت و با ناموسی که بیرون خانه کعبه یک اشکمبه دیدم پر از نجاست وی را میارد و بالای گردن این محمد میپرتاید. بدبخترین آنها میگن این عقبه ابن معید بود. رفت میگد بیرون کعبه و همان اشکمبه پر از نجاست را برداشت میگد آمد و رسول اکرم سری مبارک در زمین برای همان مشرک هایی که گمراه هستند برای اونها دعا کننده برداشت میگد اشکمبه را با یک ضرب سختی بالای میگه پیغمبر خدا پرتافت. وقتی میگه اشکمبه پرتافته شد اشکمبه میگه درید و تمام آن نجاست هایی که در داخل او بود
به سر و روی این آفتاب تابان میگه ریخت. رسول اکرم میگه سر برداشتن، از این منظره خیلی ناراحت شدن و گفتن اللهم علیک بقریش، پروردگارا گفتن من دست بندگی به سوی تو میبردارم، به حساب مردم قریش خود برس. ای پروردگارا گفت این کافرها را خود جزا بده. فاطمه میگه گریان و نالان در دست یک ظرف یک لته چهره های پدرش تازه میکرد. میگفت باز پیغمبر خدا فاطمه را چی میگفت؟ فاطمه غمگین نشو، خدا این دینی که بر محمد داده است این آهسته آهسته در همه خانه وارد میگردد و البته جهان را اسلام چیکار میکند؟ اشغال میکند، میگیرد. الحمدلله که این سخن پیغمبر خدا تأثیر داشت. این سخن پیغمبر خدا امروز میوه او، وعده او به چشم ما و شما میرسد که الحمدلله صفی این گونه رنج ها را رسول اکرم میکشید. برابر رسول اکرم با صحابه ها هم عذاب ها میکشیدند. من یک قصه از صحابه پیغمبر خدا اولین یار او ابوبکر بر شما میکنم. وقتی که میگه صف مسلمان ها به 39 نفر رسید، ابوبکر صدیق میگه از جای خود خیز گفت ای پیغمبر خدا چندین سری سال شد این حقیقت را ما پوشیده نگاه داریم. خوب می شود که این را در خانه کعبه در بین تمام مشرکان عرب اعلان میکنیم. رسول اکرم میگه اولا نخواست، گفت ابوبکر الحال بر وقت است، صف ما و شما 39 نفر، صف مشرکان این عرب چقدر زائد است، شاید که همین عمل ما و شما ناخوب شود. حضرت ابوبکر که غیرت اسلامیش بیدار شده بود از جا خیستند، پیشا پیش پیغمبر خدا همراه صحابه ها یک جایه به خانه کعبه داخل شدند. وقتی که وارد خانه شدند اطراف خانه را تمام مشرکان عرب احاطه کرده بودند و اون زمانها در گرد اطراف خانه کعبه این جاهل ها میگه عریان طواف میکردند. ابوبکر صدیق یار اول پیغمبر خدا که پیغمبر را پرسیدند از زنها کی را بسیارتر دوست می‌داری؟ گفتند عایشه را دوست می‌دارم. و من الرجال، پیغمبر خدا سؤال ما از مردهاست، مردها را کی را دوست می‌داری؟ ابوها، پدر عایشه را دوست می‌دارم که پدر عایشه این ابوبکر صدیق بود. حضرت بالای سنگ برآمدند و اولین خطبه که در اسلام خوانده شد اولین خطبه را خواندند. تمام مردم را به اسلام دعوت کردند. وقتی که دعوت کردند مورخا میگوید همان روز حضرت امیر حمزه عمک پیغمبر خدا ایمان آورد. همان 3 روز ناگذشته حضرت عمر ایمان آورد. لکن بعد این اعلان چه حادثه شد؟ یک باره تمام آن گروه کلان مشرکان عرب هجوم بالای این 39 نفر کردند. صاحب کتاب میگوید چنان ابوبکر را لت و کوب کردند، چنان با پایهای خود به چهره این ابوبکر میزدند که دیگر این چهره ابوبکر را میگه شناخته نمیشد. مسلمان ها همه پریشان شدند. ابوبکر که از قبیله بنی تمیم بود، بنی تمیم درکدار شدند که ابوبکر را با این احوال انداختن. آمدن این جسد مبارکه برداشتند، سحر بود، به خانه بردند.
وقتی در خانه تا نصف روز نگاه کردن ابوبکر به خود نمی آمد. مادرش گریه میکرد ام خیر. حتی بعضی معرخان میگن دیگر ابوبکر شناخته هم نمیشد، از حساب بی نهایت خون زیاد رفتن. بیگاه شد. این قبیله بنی تمیم به خانه کعبه آمدند. گفتند اگر ابوبکر از همین رنج وفات کند، هلاک شود، ما عقبه ابن معید را به قتل میرسانیم. زیرا عقبه ابن معید در زدن ابوبکر بسیار فعال بود. شب شد، میگد بعد شام به ناگاه میگد این چشمهای نرگسین ابوبکر کشاده شد. در اطرافش همه خویش و تبار، از آن جمله مادرش هم نشسته بود. وقتی چشم کشاده شد نگاه کرد که اطرافش مادرش و خویش و قومیتش نشسته. اولین سخنی که ابوبکر صدیق شروع کردن چی بود؟ گفتن مادر جان، گفتن حال محمد چگونه هست؟ حال محمد چگونه هست؟ حالت خود تماما فراموش کردند، نمیدانند که خود در کدام صورت هستند، محمد در چه احوال است. خویش و قومیت یکی یک باره غضبناک شدند. تا اون زمان اسلام نآورده بودند. گفتند تو از پشت محمد به همین احوال زدی، باز محمد طلب میکنی. و طعام میگه دراز کردند، به ابوبکر آب میدادند. گفتند قسم بر آن ذاتی که جان ابوبکر در دست اوست، این طعام شما بر من حرام است تا وقتی که خبر محمد را بر من نمیارید. تا اگر من از محمد درکدار نشوم، برای من شراب و طعام همه حرام است. دید مادرش همه خیش قومیت قهر کردند، خیستن از نزد ابوبکر رفتند. مادرش تنها ماند. یک قسم شب شد. گفت مادر، گفت خیز خانه عمر می روی. خواهر عمر ام جمیل ایمان آورده است و می داند که حالت محمد چگونه هست. مادرش برای آنه که فرزندش طعام خورد رفت. وقتی که از خواهری حضرت عمر پرسان میکرد، اونها می ترسیدند اسلام خودشان آشکار کنند. گفت من نمیدانم، من محمد را نمیشناسم، من نمیدانم که محمد در کدام احوال است، لکن درکدار شدم که فرزند تو ابوبکر خیلی رنج کشیده است. اگر بخواهی یک جای رفته عیادت میکنیم، خبر میگیرم. وقتی که خواهر عمر میگه نزد ابوبکر آمدند، ابوبکر از او پرسان کرد محمد در کدام احوال است. گفت ابوبکر گفت مادرت میشنود. مادر تا اون زمان ایمان نآورده بود. گفت مادرت میشنود. گفت با که ندارد مادری من میشنود نمیشنود، بر من خبر بده محمد در کدام احوال است. گفت الحال گفت در خانه ارقم است، الحمدلله که با وی هیچ آسیبی نرسیده است، صحت و سلامت در خانه ارقم است. حضرت میگد از جای خود خیستند. گفتند مرا یک جای میگیرید، با کدام احوالی که نباشم خانه ارقم میبرید. یک قسم شب گذشت. میگد وقتی که مشرکای عرب همه خواب بودند، حضرت کشاله کنان میگد به خانه ارقم آمد. وقتی که وارد خانه شد میگد گویا که محمد ابوبکر را 10 سال ندیده باشد. یک باره یکدیگر را در آغوش گرفتند، داد گفتند، گریه کردند. سبب این قدر رنج ما برای چی باشد؟ چرا ما را اینقدر مشرکای عرب اذیت میدن؟ به سبب آنه که ما میگوییم خدای ما یک و یگانه است، به سبب آنه میگوییم که همین بت‌هایی که شما عبادت میکنید همه این بیکاره است، از اینها هیچ فایده ای نیست، از این خاطر ما و شما را رنج میدهند. ابوبکر صدیق باشد میگفت پیغمبر خدا، این مادر من ام خیر است، دعا کن که وی مسلمان شود. حضرت میگه دست برداشتن گفتم پروردگارا، چگونه ای که ابوبکر بر من محبت دارد، چگونه ای که ابوبکر به قرآن محبت دارد، خدایا مادر ابوبکر را هدایت کن. دعای پیغمبر خدا قبول شدند. مادر ابوبکر هم در همون مجلس چیکار کرد؟ ایمان آورد و اسلام را قبول کرد. دیدن که رنجهای خیلی زیاد است.
از جانب خدا امر شد محمد مکه مکرمه را ترک بساز، به سوی مدینه هجرت کن. رسول اکرم اولا پیش از آنی که هجرت کند تمام آن کسانی که ایمان داشتند همه آنها را روان کرد. آنها در آوان رفتند چه عذابها میکشیدند. چی سهیل رومی میگوید وقتی که من از مکه بیرون شدم و خواستم که به مدینه بروم، من از دولت و سهولتم فقط یک اشتر داشتم، همان اشتر را از من گرفتند. گفتم وقتی که تو مکه آمدی تو هیچ دولتی نداشتی، همه این برکات مکه هست. گفته مشرکای عرب میگد همون اشتری مرا گرفتند. بعض مردهایی که هجرت میکردند زنهای اونها را گرفتند، فرزندهاشون را گرفتند تا که اونها نروند، لکن اونها زن و فرزند یک جا گذاشتند، از پس پیغمبر خدا به مدینه رفتند. شب از شبها امر شد که محمد برا رای مدینه را پیش گیر. پیشکی پیغمبر خدا دو اشتر تیار کرده بودند. رفت خانه ابوبکر را بیدار ساخت و گفت خداوند امروز برای من خیلی یک یار مناسبی را نصیب گردانید و این تو هستی. خیز امشب شبی هست که ما مکه مکرمه را ترک می سازیم. از جا خیستند و حضرت علی که خیلی صحابه کرام است، خدمت نشان داده در اسلام ما و شماست، حضرت را گفت که در جاگه من تو خواب میکنی. بین محبت را بین. جاگه پیغمبر خدا آن شب بی نهایت خطری داشت، زیرا تمام آن جوانهایی که قوتمند بودند لکن کافر بودند در اطراف خانه پیغمبر را اشغال کرده بودند. فقط منتظر بودند که سحر به مجرد که دروازه پیغمبر کشاده می شود و پیغمبر بیرون می شود، یک جای کاردها را در شکم او می زنیم و در آن شتابی که ابو جهل تیار کرده بود با چندین کافرها، آنها منتظر بودند که جسد محمد را سحر نزد آنها می برند. چی می دانست؟ چی می داند که خداوند بهترین مکار است؟ اون مکر که شما میکنین در نزد مکر خدا، در نزد تدبیر خدا هیچ چیز. رسول اکرم آزاد از خانه برآمدند. همه مشرکان در خواب بودند، ندیدند و علی در آن جاگه خواب بود. هر زمان نگاه میکردند که جاگه کسی خواب است، یک لطه سبز بالای پرتافتگی است، گمان میکردند این محمد است. وقتی سحر شد حضرت علی میگه همون چادر را بیرک کردند. این مشرکان وقتی دیدن که این علی است، یک باره تمام امید آنها، آرزوی آنها شکسته شد و هجوم بالای علی کردند. علی را لطف کردند و پرسیدند محمد کجاست؟ گفت من خبری ندارم، من نمیدانم که محمد در کجاست. دستهاش بستند و به نزد این ابو جهل بدبخت، ابو جهل سرسخت، ابو جهل که وی معجزه پیغمبر خدا را آشکارا دیدگی بود لیکن ایمان نه آورد. خدا کسی را که هدایت نکند هیچ کس وی را هدایت کرده نمیتواند. در مثنوی جلال الدین رومی یک قصه میزند، میگوید سنگها اندر کفی بوجهل بود. گفت ای احمد بگو این چیست زود؟ گر رسولی چیست در دستم نهان، گر خبرداری زیراز آسمان. روزه میگد همین ابو جهل سرسخت در دست خود، در مشت خود چند دانه سنگ را میگد محکم بست و نزد رسول اکرم آمد و گفت ای محمد تو دعوا داری که من خبر آسمان دارم، من پیغمبری برحق هستم، در دست من چی هست؟ الحال همین مشتی که من برای تو کردم در داخلش چیست؟
گفت چون خواهی بگویم کان چه هاست، یا بگوید آن که ما حقیم وراست. رسول اکرم جوابش بینید، گفت ابو جهل تو میخواهی که من داخل مشت تو را خبر دهم که در مشت تو چیست، یا میخواهی که آن چیزی که در مشت توست آنها گواهی دهند که من بر حق هستم؟ گفت چون خواهی گویم کان چه هاست، یا بگوید آن که ما حقیم وراست، یا آن چیزی که در داخل دست توست آنها گواهی دهند که من بر حق هستم. گفت ابو جهل این دوم نادرتر است. ابو جهل گفت آیا آن چیزی که در دست من است وی گواهی میدهد که تو بر حق هستی، تو پیغمبر هستی؟ گفت بله. گفت این نادرتر است. گفت انا همین را من میخواهم. گفت آره حق از آن قادرتر است. گفت ابو جهل تو گفت بسیار بنده عاجز هستی، تو بنده گمراه هستی، خدای من قادر است، قدرت دارد که آن چیزی که در دست توست وی گواهی دهد که من بر حق هستم. از میانی مشت او هر پاره سنگ، از میانی مشت او هر پاره سنگ، در شهادت گفتن آمد بی درنگ. لا اله الا الله گفت، گوهری احمد رسول الله سوفت. از بین مشت های من ابو جهل هر دانه سنگ، سنگی که جان ندارد، سنگی که قدر ندارد، چی گفتن؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. بین سنگ بی جان، سنگ بی جان محمد را شناخت، سنگ بی جان پیغمبر را شناخت. چون شنید از سنگها ابو جهل این، چون شنید از سنگها ابو جهل این، زد ز خشم آن سنگها را بر زمین. وقتی شنید که این سنگها دانه به دانه لا اله الا الله محمد رسول الله میگوید، در خشم آمد و آنها را میگه در زمین زد میگه، لکن ایمان نآورد. حضرت مولوی میگوید رسول را استونی حنانه بشناخت، ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. یک استون حنانه بود، یک درختی بود که پیغمبری خدا بالای وی میبرآمد به مردم موعظه میکرد. وقتی که برای پیغمبری خدا میگد یک منبری نو تیار کردند، یک چوبی نو تیار کردند، پیغمبر او چوب را ترک کرد و بالای این چوب برآمد. این حدیث صحیح بخاری است. همان چوب میگد مثل کودک گریه میکرد. پیغمبری خدا را شناخت. گفت پیغمبری خدا از این روز اعتبارا دیگر بالای من نمیبرایی؟ رسول الله میگه رفت مثل سری کودک را نوازش میکنی، بالای او را نوازش کرد و گفت دیگر کسی بالای تو نمیبراید. همین ابو جهل منتظر بود که جسد پیغمبری خدا نزد او می آید. به ناگاه آوردن علی را. از علی پرسید محمد کجاست؟ گفت من نمیدانم. گفت وی را لطقین کنید. و دوان به خانه ابوبکر آمد. حضرت اسماء میگد من حامله بودم، دختر ابوبکر صدیق زن حضرت زبیر، در خانه بودم. میگد از دهان میگد ابو جهل باد دوزخ میبرآمد، چنان دشنام میداد، چنان دشنام های بی معنی میداد، مثل باران میگد دشنام در حق پدر من و در حق من بود. فریاد زد پدرت کجاست؟ گفتم نمیدانم. گفت نمیدانی؟ گفتم نمیدانم. یک سنگ را میگه از زمین برداشت و در قفس سینه من میگد با چنان سخت زد که قسم به خدا که گوشوارهام دیگر نیافتم، گوشوارهام از گوشم پرید. گفت اینم یک جفای این بدبخت ابو جهل، چی به ابو بکر، چی به اولاد ابو بکر، چی به رسول اکرم بود. لکن بازم همه این اونها ایمان خود نفروختند، تسلیم ابو جهل نشدند، بلکه هر شب همین اسماعی که حامله بود
به بالای همون کوی ثور حرکت میکرد، همون غاری که پیغمبر خدا پنهان بود، طعام میبرد، خبر میبرد، به رسول الله میرساند. جنگ احد یا جنگ بدر کارنمایی های صحابه های پیغمبر خدا خیلی زائد است. در جنگ احد که پیغمبر خدا عمک خودشان را امیر حمزه را از دست دادند، با تقدیر الهی اجل بالای او کس آمد. کارنمایی های حضرت علی ذکر می شود. در همین جنگ احد حضرت علی 60 زخم برداشتند. 60 نوک شمشیر در بدن حضرت علی زده شد. وقتی جنگ را انجام دادند، تمام شد، با فایده مسلمان ها انجام یافت. آدم های یردار را پشت کردند، به مدینه آوردند و پیغمبر خدا خبر دادند که علی خیلی حالتش ناخوب است، زیرا زخم زیاد پیدا شده است و خون زیاد رفته ایستاده است. دو طبیب را میگد رسول اکرم نزد او فرستاد که حضرت علی را طبابت کنند، جراحت کنند. آنها آمدند، حکایت میکنند که وقتی که یک زخم علی را میپشانیدیم، زخم دیگری در پهلوی زخم پیدا میشد. یعنی خیلی بدنش مثل ایلک واری بیخته شد. در حال و پیغمبر خدا آمده خبر دادند که ما از طبابت علی عاجز آمدیم، بجز شما دیگر کسی وی را طبابت کردن نمیتواند. حضرت با همراه یاران خود میگد به خانه علی آمدند، به خانه داماد خود آمدند. وقتی جسد این علی را دید، بدن علی را دید، یک لقطه را گرفت میگد و بسم الله الرحمن الرحیم گفت و بالای میگه همون زخم ها شکید و دست همون نیکبختی خودش را، دستی با برکاتی خودش را بالای همون زخم های علی میگد کشید و گفت خدایا با علی شفا نصیب بگردان. زمان میگد حضرت علی میگه از تمام این زخم ها نجات یافت و میگد به سوی خداوند گفت که پروردگارا، بازم این قدر زخم هایی که من برداشتم، شکر به سوی تویی که پشت به سوی دشمن نگردانیدم. شکر به سوی تو که من از میدان جنگ نگریختم. هزارها بار شکر به سوی تو. 16 ضربه حضرت میگوید در همین جنگ احد من خوردم. به زمیانه که 60 زخم برداشتم، 16 ضربه شمشیر میگد مرا در زمین افکندگی است. از همین 16 ضربه که به شمشیر زدن، در 4 تا همین میگد من بر زانو زدم، چنان سخت بود میگد. لکن همین 4 باری که حضرت میگه حکایت میکند که من بر زانو زدم، در پهلوی میگد یک جوانی بود، یک جوانی بود که خیلی خوشبوی بود میگد. از کتف من میبرداشت، میگفت علی به پیش حرکت کن، این مبارزه نصیب شماست، این غلبه نصیب شماست. من پیش میرفتم. وقتی که میگن من صحت شدم، مدینه آمدم، این حکایت را با پیغمبر خدا رسانیدم که پیغمبر خدا، من در 16 ضربه که از شمشیر خوردم، در 4 تای آن به زانو زدم. شخصی بود خیلی خوشبوی و جوان، مرا از زیر کشم می برداشت و به سوی جنگ روانه می کرد. نفهمیدم که وی کی بود. رسول اکرم میگه از او سوال کرد با کی مانند بود؟ حضرت علی میگه گفتن که با دحیه کلبی بسیار مانند بود. دحیه کلبی هم یکی از پادشاه ها بود که 60 سال حیات خودش را به جاهلیت گذرانیدگی بود. پیغمبر خدا در حق دحیه کلبی دعا کرده بود که خدایا دحیه کلبی را به اسلام مشرف بگردان و خداوند دعای این پیغمبر خدا را میگه قبول ساخت و دحیه کلبی که پادشاه بود به اسلام مشرفش گردانید. روز از روزها میگه همین جبرائیل به محمد خبر داد که محمد به استقبال دحیه کلبی برا که وی مسلمان شده است و نزد تو می آید. رسول اکرم میگه برآمدن به نزد مسجد
وقتی که دحیه کلبی میگه پای راست خود در همون مسجد گذاشتند، رسول اکرم ردا را کشیدن، پا انداز در دحیه کلبی پرداختند. دحیه کلبی میگوید همون ردا را از زمین برداشتند، با یک چشمهای پر از آب میگد و میگفتند محمد تیزتر بر من کلمه اسلام را عرضه کن، زیرا اسلام و ایمان در دل من میجوشد. این دعای پیغمبر خدا در حق دحیه کلبی قبول شده بود. حضرت میگد قبول کردن همین دحیه کلبی. چنان میگد خدمت‌های صافدلانه در اسلام میکرد که حتی که جبرائیل به صورت دحیه کلبی به زمین می آمد نزد محمد. روز میگد با محمد رو پرو نشسته بود همین جبرائیل به صورت دحیه کلبی. امام حسن و امام حسین نمیدانستند که این جبرائیل است، مگر که عادت دحیه کلبی همین بود که کدام وقت پیغمبر را که زیارت میکرد انار بر امام حسن و امام حسین میداد. روز میگه جبرائیل به صورت دحیه کلبی آمد، امام حسن و امام حسین که نشناختن دویدن، میگه دستهای خودشان در آستین دحیه کلبی در آوردن. گفتن جبرائیل گفت اینها چی میکابند؟ گفت برادر جبرائیل وقتی دحیه کلبی به من زیارت می آمد در آستینش انار می آورد. این امام حسن اینها آموخته شدگی هستند، فکر میکنن که تو دحیه کلبی هستی، تو را نشناختن. جبرائیل مثل که محمد امام حسن امام حسین دوست می داشت، جبرائیل هم دوست می داشت. حتی گوهره من امام حسین در حکایه میگد جبرائیل خود می جنبانید. در حال میگد زمان ناپدید شد، در آستینش انار از جنت آورد و نشست. امام حسن امام حسین میگد دستها را در آستین انداختند، انارها را گرفتند. خاطر محمد هم شاد، خاطر جبرائیل هم شاد شد. همین علی میگد فرمان داد، خبر داد که پیغمبر به صورت دحیه کلبی بود. گفت برادر علی آگاه باش که وای دحیه کلبی نبود، وای جبرائیل بود که برای تو یاردم کرد. این بعضی از محبت‌های صحابه های پیغمبر خدا در راه اسلام است و این گونه قصه ها خیلی زیاد است. حتی آیتی وقتی که میگد آیتی من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا آمد که خداوند ندا کرد کدام بنده ای که کجاست همچنان بنده ای که مرا قرض دهد، یعنی در راه من صدقه کند. ابو دحداح میگوید یکی از صحابه پیغمبر بود، آمد گفت از دست پیغمبر داشت و گفت ای محمد، گفت آیا خداوند میگوید کیست بنده ای که مرا قرض دهد؟ گفت بله. گفت آگاه باش، گفت همان باغی که من در اختیار دارم همان باغ را من بر خدای خود قرض دادم. من بر خدای خود قرض دادم، یعنی در راه اسلام وی را خیر احسان کردم. اون زمانها باغ به نهایت قدر قیمت زیاد داشت، مثل حاضر زمانه واری. لکن باغ ابو دحداحه فضیلتش این بود که 600 تنه درخت خرمای کلان داشت که خیلی فایده زیاد می داشت. حتی خانه ابو دحداحه میگه در داخل باغ داختگی بود، عمارت کردگی بود. آمد میگد وارد باغ شد و زن و کودک خود از خانه بیرون کرد. گفت بیرون شوید که این باغ را من در راه خدا خیر احسان کردم. ببین چگونه یک جان فدایی های داشتن. امروز مردم ما، امروز امت پیغمبر خدا آنقدر محبتی که بر ساختمان دارد، آنقدر محبتی که بر باغش دارد، آنقدر محبتی که به فرزندش دارد، باور کنید بر خدا و پیغمبر او ندارد. من این از چی میگم؟ امام ازهری را وقتی پرسیدند ما معنا محبت العبد لله و للرسول، همین محبت بنده را بر خدا و به پیغمبرش از کجا بفهمیم؟ از کجا بفهمیم که همین بنده خدا را دوست می‌دارد، پیغمبر را دوست می‌دارد؟ امام ازهری چی گفتند؟ الطاعت لهما والاتیان فی امرهما. گفتن شما در زمان بنده محبوب خدا و محبوب پیغمبر را آن زمان میشناسید که اگر میبینید که در امر قرآن و در امر حدیث های پیغمبر قائم است.
آن زمان شما یقینا بدانید که وی محبتی بر خدا و محبتی به پیغمبر خدا دارد. امروز بنده های خدا، امروز امت های پیغمبر خدا در 10 سال و 15 سال خانه هاشون را تیار کردن میتونن. 10 سال و 15 سال شد ساختمان یک خانه می رود. هر کی را خوابگاه آخر با 2 مشتی خاک شد، گوچه حاصل که به افلاک کشد ایوان را. با آخر وقتی امتهای احمد، حضرت مولوی میگوید با آخر وقتی امتهای احمد با عمر اندک و معمیر بی حد، با عمر 20 و 30 و 40 و 50 کنند معمیرهای خوب و رنگین، بسازند قصرها در اوج رفعت به باغ و بوستان ایوان و مسند. تو با عمری دراز 400 سال نکرده کازه ای پیر خوشحال. قصه حضرت ابراهیم میارد حضرت جنونی، میگه حضرت ابراهیم وقتی که در یک بیابان با یک شیخ روپرو شد که 400 سال عمر داشت، از او پرسید خانه تو در کجاست که با تو همنشینی کنیم؟ گفت عمری من 400 سال. گفت این خیلی عمری نزدیک است، کم است. گفت این ارزنده نیست که من خانه بنا کنم. 400 سال. حضرت ابراهیم چی گفتن؟ گفتن زمان میشاد ای شیخ که احمد گفتگی پیغمبر میبراید، امتهای او عمرش 20 30 40 50 50 سال است، کنن معمیرهای خوب و رنگین در 20 سال و 25 سال قصرهاشون انجام دادن نمیتونن. این شیخ چیکار کرد؟ به ابراهیم چی گفت؟ تبسم کرد و پیر آمد به گفتار، قسم بر ذات آن دانای اسرار، اگر عمرم چو امتهای احمد، اگر عمرم چو امتهای احمد بکردم من بس